ادمین فحاش دهه 50 که خودش را بابک ایرانبان معرفی میکرد توسط تیم پنهان پژوهی رودست شناسایی شد. درود و سلام بر همه شما عزیزان از هر کجای دنیا که هستید. من بابک ایرانبان هستم، ادمین صفحه دهه 50. امروز میخواستم در مورد یک بازی با شما صحبت کنم. یک بازی جالب، خنده‌دار، پندآموز. بازی که علاوه بر خنده‌دار بودنش میتونه درس عبرتی باشه برای نسل جوان و نسل آینده کشور و حتی نسل خودمون و نسل‌های گذشته. این ویدیو میتونه درس عبرتی باشه واسه همه ماها که در اینترنت داریم پست‌های همدیگر نگاه میکنیم، مسائل سیاسی رو دنبال میکنیم، انتقاد میکنیم و به دنبال مسائل کشورمون هستیم و نگران آینده کشورمون هستیم. این ویدیو میتونه به خیلی از شما کمک بکنه که دفعه دیگه که اگر دنبال کارهای سیاسی هستین، دنبال کارهای کشورتون هستین، دنبال آزادی کشورتون هستین یا در هر مسائل زندگی، یه مقدار چشماتون رو بازتر بکنید، یه مقدار بدونید که طرف مقابلتون که طرفاتون رو بشناسید. دیگه دور قدیم نیست. عصر تکنولوژی و خیلی چیزا عوض شده. دوست داشتم که بدونید که هر کسی که یه دونه برنامه ویدیویی درست میکنه یا یک برنامه تلویزیونی درست میکنه مطلق نیست و باید در مورد افکار، طرز صحبت کردن، رفتار و مسائلی که عنوان میکنه فکر کرد. و در این رابطه یک نمونه خیلی جالب رو من امروز میخوام برای شما بذارم که دوست دارم با هم همراه باشید و بقیه این دو ویدیو رو نگاه کنید و لذت ببرید و بخندید و پند بگیرید. ببین بابک جان، من انقدر بازجویی پس دادم و بازجویی وزارت اطلاعات منو بازجویی کردن، اعصابم کلا راحته. هرچی دلت میخواد فوش بده. من که دارم با عکسات حال میکنم، میفرستم واسه اینا، میچقدر میکنم فردا شب. منتها یه مقدار با اعصابت عزیزم کنترل داشته باش. خود جوونی هنوز پیر نشدی انقدر تون فوش میدی پسر جان. این کارات مرام من نیست. بچه ها درست کردن دارن تو فیسبوک میچرخونن. حالا کار داریم باهات. گفتم که عزیزم تو اسم بستنی رو برای من داری، یه دفعه بخورم و اصلا لذت نداره، باید دیست زدم. تو اسم بستنی رو برای من داری، یه دفعه بخورم و اصلا لذت نداره، باید دیست زدم. تو اسم بستنی رو برای من داری، یه دفعه بخورم و اصلا لذت نداره، باید دیست زد. چقدرم داره حال میده. فردا بزیدم میبینم که افتادی به گوخوری، التماس همین همسری که فیلم و میمونی که برای ساختم و بردم. مثل تو خیلی ها بودن که از این غلطه کردن و برم از این گوها زیاد خوردن. بعضیشون هم دلم سوخت مثل همونی که برات فرستادم بیچاره. امشب هم با بچه تیم رودست رفتیم چله کبابی، عجب چله کباب نابی هم زدیم. آدرسش رو بهت میدم اومدی استکهلم با هم دیگه بریم. آره عزیزم، با لیست زدن زندگی امثال آشغالی مثل تو زندگی تو دارم دیست میزنم، خبر نداری. البته فکر کنم یه ذره دوزاریت افتاده برای همین پیجتو بستید. منتها خود بچه پر روی دوباره باز کردی، میخوای بگی اتفاقی نیفتاده. 1-2 هفته دیگه میبینمت. فردا شب که داغونت میکنم، ولی تو 1-2 هفته آینده روزای سختی رو خواهی داشت. بعدش هم چه لذتی داره آشغالایی مثل تو که تو تاریکی اینجوری علکی برای بزرگان و برای فعالین راستین سیاسی پرت میکنن و از سوراخ موششون در بیاریم، از تاریکی در بیاریم و همه نشونشون بدیم. خیلی داغون شدی ها، خدایی حال کردم. اینجا مثلا 1 شب ما بیداریم و دیگه خوابم میاد اینجوری صحبت میکنم، ولی کلا داریم به ریشت میخندیم. بدبخت. ببین چه عکسایی ازت داریم در میاریم. واه واه واه، 1-2 هفته آینده چه شبت فیسبوک از عکسای تو آشغال. عزیز زمین گرد مربع هرچی باشه فعلا من دهنتو سرویس کردم.
بابا من گفتم من اصلا خیلی راحت تر از این حرف هست. هرچی دوست داری فوش بده درکت میکنم. جز فوش دادن الان کاری نمیتونی بکنی، فقط باید فوش بدی. منم فقط باید بخندم و لذتشم. هر وقت اگه همدیگه رو دیدیم دو تا تو سرت میزنم تا بفهمی بچه سوسول کیه. اینجا این قهرمان کاراتش این آقای نوید آزادی ما رو قشنگ اون بری میره، راشو کج میکنه. به هر حال گول هیکلتو نخور سرتن یه بدبخت خروتو کم میکنه. گول هیکلتو نخور سرتن یه بدبخت خروتو کم میکنه. گول هیکلتو نخور سرتن یه بدبخت خروتو کم میکنه. بعدش هم احمدی مقدم کیره با همه اینا رو من اصلا گیره زدم. بعدش هم احمدی مقدم اگه تونست اکسنکتاتو گیر بیاره. کل زندگی تو ریختن وسط قاچاقچی. حالا تو قاچاقچی قاچاقبر یعنی من داری کل میکنی. حالا باید سر تو همچین کم بکنه. حتی همین الان هم رود کم شده. همین که امروز رفتی پیجتو بستی دوباره باز کردی بسته. یعنی غلط کردم، یعنی گیج شدی، گرگیجه گرفتی عزیزم. دیروز سلام پست نداشتی، به مردم راستشو بگو که گرگیجه گرفتم. گرگیجه. غلام رضا جان الی خدا تو تور امنیتی اطلاعاتی پنهان پژوهی رو دستگیر افته بیا. واقعا بچه کالیفرنیا درمشون که هم خب تو تور انداختن. آخه احمق تو که تو کالیفرنیا همه جا بلند شدی رفتی اومدی، تو بلند شدی رفتی تو رادیو شمرون و خیلی زرنگی ما هرو صدات نمیتونیم بشناسیمت گاگول. این پس هر کس میگه که توی آیدیای مخفی به امیدانا توهین کنی عاقبت بابک ایرانبان یا همون غلام رضا عزیز نژاد رو پیدا میکنی. این هم چه زعامت شده. مردک تا الان التماس میکردی میام تو پوستر یه کامنتی یه چیزی بذارم، الان میتونم میام کامنت بذارم پس نمیکنی شیطون. خلاصه عزیزان داستان از اینجا شروع میشه که آقای عزیزی به اسم امید شریفی دانا که ادمین یکی از این صفحه های فیسبوک هم هست به اسم فکر میکنم روده است، ویدیویی در مورد بنده درست کردن که نظر شما رو به اون جلب میکنن. ادمین فحاش دهه 50 که خودش را بابک ایرانبان معرفی میکرد توسط تیم پنهان پژوهی رودست شناسایی شد. تقریبا 3 ماه پیش بود که مقاله سر تا سر دروغ بر علیه این جانب در دهه 50 منتشر شد. سپس پروژه تخریب شهرام همایون توسط ادمین دهه 50 کلید زده شد. در همان زمان بر روی خط آقای شهرام همایون رفتم و گفتم که بچهای تیم رودست به شدت دارن تلاش میکنن تا ادمین دهه 50 را شناسایی کنن و به زودی بچهای تیم رودست این فرد رو که در تاریکی نشسته و مبارزین راستین رو تخریب میکنن شناسایی خواهند کرد. امروز مفتخرم که بگویم بچهای تیم پنهان پژوهی رودست 10 عکس و فایل صوتی از آقای بابک ایرانبان به دست آوردن و بیوگرافی کامل ایشون هم تونستن پیدا بکنن. بیشتر از این شما رو منتظر نمیذارم. اینم مشخصات کامل آقای بابک ایرانبان ادمین دهه 50. 10 فایل تصویری و صوتی. اولا صوتیاش که خودم بودم عزیز دلم، خودم برات فرستادم اگه خبر ندادی. در مورد با عکس هایی که گفتید قربان، اسم اون فرد آقای ریبار هاجره اگه اشتباه نکرده باشم اسمشو. ایشون یکی از خبرنگارا و ژورنالیست های کردستان عراق هستن و معروف هم اتفاقا در فیسبوک یه فن پیج 90,000 نفری دارن که بنده لینکش رو همینجا در خدمتتون میذارم. نام غلام رضا، نام خانوادگی عزیز نژاد، فرزند یحیی، متولد 1 آذر 1350 صادر از تهران. پدرش اهل جهرم و مادرش اصفهانی می باشد. خودش در تهران به دنیا آمده و در منطقه‌ای به نام سلسبیل بزرگ شده است. دیپلم ردی رشته علوم انسانی است اما همه جا خود را دارای لیسانس الکترونیک می داند. به مدت 4 سال در استانبول زندگی کرده و به زبان ترکی تسلط پیدا کرده. ایشان بابت داشتن سرطان از آمریکا پول میگیرد و بنابراین کار نمی کند. اما سالهاست به صورت مخفیانه در کار قاچاق گوشی موبایل از چین به ترکیه و از ترکیه به ایران می باشد. و اما در مورد سواد،
یکی از دوستان برگشت بهم گفتش که بابک چرا این برگشت گفته که تو سواد دیپلم ردی علوم انسانی هستی. گفتم ببین این آرزو داره، یعنی عاشق اینه که همه رو بکوبونه، بگه من خیلی باسواد هستم، من خیلی پژوهشگر هستم و همه بی سوادن. گفتم بهش بگم بی سوادم این بیشتر حال میکنه، اونو بیشتر تکرار میکنه. آقای امید شریفی دانا، بنده رشته تحصیلیم کامپیوتر هست، رشته کاریم کامپیوتر هست، سالها در این رشته دارم کار میکنم. الان بیش از نزدیک 18 ساله که در منطقه سیلیکون ولی آمریکا دارم زندگی میکنم، مرکز الکترونیک دنیا. به نام مبارز با جمهوری اسلامی و به بهانه داشتن سرطان تاکنون دختران زیادی را به خاک سیاه نشانده است. عکسایی که همکنون با عینک آفتابی از وی مشاهده می‌کنید مربوط می‌شود به سفر 2 سال پیش ایشان به ایران و برای آخرین بار زمستان سال 93 به ایران سفر کرده است. و اما در مورد زبان ترکی، والا ما در مورد زبان ترکی ما همین نجسن، پجسن، یاخچی و اینجور چیزا رو بیشتر بلد نیستیم، یاد نگرفتیم. اینا هم تو سربازی 4 تا رفیق با معرفت ترک داشتیم، اینا رو بهمون یاد میدادن و من متاسفانه زبان ترکی بلد نیستم. کاش بلد بودم. و ترکی هم تا حالا زندگی نکردم. استانبول رفتم و برای گردش یه بار رفتم، ولی زندگی نکردم. قربونت برم. من دوست خوشت اومد؟ رو دست اینجا دیدی؟ امید عزیزم، شما اگر این تیم قوی و پرقدرت چیچی پژوتون تحقیق میکرد، میدونست که در آمریکا به خاطر سرطان به شما پول نمیدن. بله، اینم مشخصات کامل غلامرضا عزیزنژاد یا همون بابک ایرانبان، ادمین دهه 50 بود. وقتی که این اطلاعات با تلاش 3 ماهه بچهای تیم پنهان پژوهی رو دست به دست آمد، به صورت خصوصی برای ایشان فرستادیم و ایشان در همان لحظات اول رنگ باختن و هر آنچه که لایق خودشون و خانواده‌شون بود نثار ما کردن. از آنجایی که پیام‌های ایشان پس از اینکه فهمیدن در تور پنهان پژوهی رو دست گیر افتادن بسیار زشت و زننده و رکیک است، معذوریم اونها رو اینجا بخونیم، اما عکساشو گرفتیم و برای شما اینجا نمایش میدیم و اگر میخواید با دقت بخونید روی عکس‌ها 1 دقیقه استاپ بزنید. اسم بنده بابک ایرانبان. در مورد فحاشی‌ها خب قربونت برم، من جواب هر کسی مثل خودش میدم. شما اگه با ادب باشی بنده با ادب جوابتون میدم، شما اگه بی ادب باشی بنده همون بی ادبی جوابتون میدم. این جانب امید دانا حق شکایت از غلامرضا عزیزنژاد بابت نشر اکاذیب بر علیه خودم رو محفوظ میدارم، اما در اینجا سخنی با ایشان دارم. بابک ایرانبان، بابک خرمدین در روز روشن در برابر تازیان میستاد و ایرانبانی میکرد، اما توی ترسو که در تاریکی نشستی و تیر میندازی و بعدش هم خودتو بابک ایرانبان مینامی. نه عزیز دل، پدر گرامیتون آقای یحیی خوب نامی براتون گذاشتن. غلامرضایی بسیار لایقتون. نام غلامرضا خوشت اومد؟ اسمی که انتخاب کردم خوشت اومد؟ نه خدایی خوشت اومد؟ نام خانوادگی عزیزنژاد فرزند یحیی، متولد 1350. من متولد 1350 درسته، من متولد 1350 11 آبان 1350 هستم، نه 1 آذر. تو شناسنامه هم صادر تهرانه. این دقیقا اسم پدر من یحیی نیستش، این یه جاش اشتباه اومدی. عکسای زیادی از آقای غلامرضا عزیزنژاد به دست آوردیم که همراه با خانواده هستن. فایلای صوتیشون هم مربوط به خانم بازیاشون میشه. این 2 مورد به خاطر که خیلی شخصی هستن تیم رودست معذور منتشر کنه، اما اگه آقای غلامرضا عزیزنژاد به این لجن پراکنیاشون و اتهام زنیاشون بخوان ادامه بدهن، اونها رو هم منتشر خواهیم کرد. در ارتباط با مأمور بودن و همکاری ایشان با جمهوری اسلامی تا این لحظه تیم رودست مدرک محکمه پسندی رو پیدا نکرده. از تو چه لیسانسی گرفتی کرخر؟ اما کسانی که در تاریکی نشستن و دست به لجن پراکنی میزنن و تاکنون بر علیه این جانب و تیم رودست دروغ نویسی‌ها کردن، بدانن ما توانایی شناسایی تک به تکتون رو داریم، اما اگر تا حالا چنین نکردیم بابت اینه که این کار برامون زمان بر است و خیلی زمانا احساس کردیم که ارزشش نداره، اما اگر لازم باشه تک به تکتون رو توسط تیم پنهان پژوهی رودست گیر میندازیم، اینجوری هم در پیشگاه ملت ایران معرفیتون خواهیم کرد. بعضی از حروفا رو نمیدونی چی به چی هست. الان تو همین ویدیو خودت من یه تیکش گذاشتم که بدونی که بابا حداقل 2 تا کلاس فارسی وردار. من نمیگم کلاسای
الکترونیک و نمیدونم فیلم و اینجور چیزا نمیخواد. تو کلاس فارسی بردار قربونت برم. امیدوارم کسانی که بر مطالب دروغ آقای غلامرضا عزیزنژاد بر علیه این جانب و آقای شهرام همایون لایک زدن و هورا کشیدن، اندکی با دیدن عکسای ایشان در ایران شرم بکنن و فکر بکنن و دیگرم از این کارا نکنن. در اینجا از بچهای تیم رودست، بچهای پنهان پژوهی رودست و مخاطبان رودست، به ویژه مخاطبانمان در کالیفرنیا که با راهنمایی ارزشمندشان باعث شدن غلامرضا عزیزنژاد شناسایی کنیم، یک سپاسگزاری ویژه میکنم و بهشون میگم بچه‌ها دست مریضات و بدرود. امید عزیزم، شما 3 ماه طول کشید که با این گروه کماندویی نمیدونم چی پژوت بیای من شناسایی بکنی و من تشخیص بدی که من کی هستم و ما را شناسایی رصد بکنی. و در برنامه آقای همایون هم تازه عنوان کرده بودی که شما در این در موردی من تحقیق میکنیم. دوست عزیزم، ما در موردتون نه تحقیق کردیم، 3 ماه هم طول نکشید، ما یک شبه نسخه شما رو پیچیدیم. اگه خودت هم بدونی که میدونی و از بقیه این داستانم که الان بعداً ادامه میدم، نسخه تو یک شبه پیچیده شد. دوست داشتم اینو بهت بگم که یاد بگیری دفعه دیگه وقتی صحبت میکنی آدم مزه میکنه. الو؟ اما کسانی که در تاریکی نشستن و دست به لجن پراکنی میزنن و تاکنون بر علیه این جانب و تیم رودست دروغ نویسی‌ها کردن، بدانن ما توانایی شناسایی تک به تکتون رو داریم. بدانن ما توانایی شناسایی تک به تکتون رو داریم. بدانن ما توانایی شناسایی تک به تکتون رو داریم. بدانن ما توانایی شناسایی تک به تکتون رو داریم. مثلا بدونم که تو این گرما خفه نمیشی با این شال پشمی که گردنت کردی. ببین یه چیزای شنیدی بهت گفتن شال میندازن، ولی اون شال سیلکه نه شال پشمی، اونم چل تابستون. آخه فدات بشه. برای حرفاش پچیزی ارزش قائل نشید. برای حرفاش پچیزی ارزش قائل نشید. اولین حمله ددمنشه باری به هر جهت. امید جان، ما این داستانمون ادامه داره، ولی من فقط در خلاصه بهت بگم این گوشی موبایل و دختربازی و سفر به ایران و غلامرضا عزیزنژاد و پدر یحیی و اینا همش خودم بهت گفتم قربونت برم، هم یه روزه بهت گفتم. چقدر هولی فقط اگه تو اینقدر صبر و تحمل واسه 3 ماه داشتی الان به این دام دچار نمیشدی عزیز دل من. و در مورد اینکه تهدید کرده بودی که توانایی شناسایی تمام اینا رو با تامین چی پژوهی، دوست عزیز تو توانایی شناسایی هیچ کی نداری. تو توانایی شناسایی هیچ کی تو حتی خودت هم نشناختی، چه برسه بخوای دیگران رو بشناسی. فقط اینا میخواستم بهت بگم که این آویزه گوشت باشه و اسم من تا آخر پشت کلت همچین سنگینی بکنه. اسم تو که رو پشت کله ما سنگینی نکرد، ما اسم تو رو دستمون یه مقدار سنگینی کرد که اونم گذاشتیم کف دست رو گذاشتیم بهت دادیم که نگرش داشتی باشی باش حالشو بکنی. و در آخر روی سخنم با آقای همایون و اون افرادی هستش که این نوشته های امیددانا رو لایک میکنن. آقای همایون، من کاری به اختلاف سلیقه‌ای افکار ما دوتا با هم دیگه ندارم. شما یه طرز فکری دارید، من یه طرز فکری دارم. شما شاید از لحاظ بیزنسی فکر بکنی، بنده از مدل دیگه فکر میکنم، ولی تجربه شما در سالهای گذشته نشون داده که بالاخره یه کارایی کردین. برای من تعجبه که شما چجوری تو دام یه همچین آدمی افتادی، امید دانا افتادی و یه همچین آدمی رو حتی حساب کردی که بخوای در موردش تو تلویزیون صحبت بکنی. این برای من خیلی واقعا جای تعجب داشت. و در آخر روی سخنم با اون ابله‌هایی که نوشته ها اینو لایک میکنن و واسش کامنت میذارن و قربون صدقش میرن و به من بد بیرا میگن. پشت چه کسی افتادین؟ اصلا میشناسین این طرفا؟ شما همون بچه‌های پس مونده انقلاب 57 هستین که پدر مادرتون مثل الاغ رفتن یه عکس خمینی رو تو ماه دیدن و انقلاب کردن بدونن که اصلا داستان سر چی و چی به چیه. الان هم شما همون کارو دارین انجام میدین به نوبه دیگه. قبل از اینکه در مورد کسی قضاوت کنین یا بهش فحش بدین، یه مقدار فکر بکنین ببینین دارین چیکار میکنین، بعد در موردش تصمیم بگیرین و عمل بکنین، نه اینکه مثل خر سرتون بندازین پایین هر کی هر چی بهتون گفت گوش کنین. ببخشید اگه بی احترامی میکردم، ولی بیشتر از این نمیتونستم
با شما احترام بذارم چون لیاقت شما بیشتر از این نیست. شبتون خوش تا رودستی دیگر. آقای امید شریفی دانا، رودست خوردیا، آی رودست خوردیا، رودست روی دست. یادت باشه بازم بر میگردیم و در خدمت شما هستیم. حالا با هم دیگه کار داریم دوست من. و بهشون میگم بچه‌ها دست مریضات و بدرود. دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود؟